وقتی حکم اعدامش صادر شد، بیشتر از 35,000 نفر برای تماشای مرگش جمع شدن. بعضیا حتی از شب قبل همونجا موندن تا جای بهتری برای تماشا گیرشون بیاد. ولی مردی که قرار بود اعدام بشه، یه قاتل خشن یا یه خلافکار معروف نبود. اون یه پزشک بود. اما چیزی که این پزشک رو از بقیه قاتل‌ها جدا می‌کرد، تعداد قربانیاش نبود. این بود که قربانیاش نزدیکترین آدمای زندگیش بودن. همسرش، برادرش، دوستاش و حتی بچه‌هاش. سلام، من آنیتام و هر هفته توی این چنل یه داستان تاریخی جنایی رو براتون تعریف میکنم. امروز داستان مردی رو تعریف میکنم که یه جورایی اونو اولین قاتل سریالی مدرن انگلستان میدونن. مردی که به جای چاقو و اسلحه از دانش پزشکی و سم استفاده میکرد. اما چطور یه پسر از یه خانواده ثروتمند به مردی تبدیل شد که بیشتر از 10 نفر رو به قتل رسوند؟ برای پیدا کردن جوابش باید برگردیم به سال 1824. ویلیام پالمر 6 آگوست 1824 تو شهر روژلی به دنیا اومد. اون ششمین فرزند از 8 فرزند سارا بنتلی پالمر و جوزف پالمر بود. جوزف پالمر پدر خانواده تو کار بیزینس چوب بود و وضع مالی خانواده خیلی خوب بود. تو سال 1837 وقتی ویلیام 12 سالش بود، پدرش جوزف به دلیل بیماری اپوپلکسی که امروزه تقریباً معادل سکته مغزی در نظر گرفته میشه از دنیا رفت. ولی اون بعد از مرگش حدود 70,000 پوند ارث برای خانواده‌اش به جا گذاشته بود که ارزشش به پول امروز حدود 11 میلیون پوند میشه. 7,000 پوند به هر کدوم از بچه‌ها و 25,000 پوند باقی مونده هم به مادرشون رسید. ویلیام از همون دوران نوجوانی میدونست که یه پشتوانه مالی خیلی خوب داره. از طرفی خبری از پدر سختگیری نبود و مادرش هم زیادی بهش آزادی میداد. همکلاسیاش میگفتن اون یه قلدر و کلاهبردار بوده و همیشه پولاشو به رخ بقیه میکشیده. البته پولایی که از خواهرای بزرگتر و مادرش میدزدید. ویلیام تو 17 سالگی به عنوان یک کارآموز وارد یه داروخونه تو لیورپول شد، اما بعد 3 ماه اخراجش کردن چون همش پول میدزدید. با این حال به خاطر پول و نفوذ مادرش از مجازات و زندان قصر در رفت. بعدش دوباره به روژلی برگشت و شاگرد یه جراح به نام ادوارد تایلکوت شد. اما ویلیام از لیورپول فقط تجربه کار توی داروخونه رو به خودش به روژلی نیاورده بود. اونجا به یه عادت خطرناک هم گرفتار شده بود. اون مدت توی شهر لیورپول یکی از مهمترین مسابقات اسب‌دوانی توی کل انگلستان برگزار میشد و ویلیام عاشق شرط بندی روی اسبا شد. ولی یه مشکلی وجود داشت. اون اصلاً توی این کار استعداد و شانس نداشت. ویلیام حدود 5 سال شاگرد ادوارد تایلکوت بود، اما مدام از سر کارش پول می‌دزدید و با بقیه هم دعوا می‌کرد. به خاطر همین یه روز ادوارد از دستش خسته شد و اخراجش کرد. این بار هم مثل همیشه مادرش نجاتش داد. اون پول داد تا ویلیام رو به عنوان دانشجو وارد بیمارستان استفورد کنن. اینجا بود که ویلیام به جای اینکه عاشق درمان بیمارا بشه، مجذوب یه چیز دیگه شد. سمها. بیمارستان یک کتابخونه بزرگ پزشکی داشت و ویلیام هر روز از صبح تا شب میشست اونجا و درباره انواع سموم مطالعه میکرد. همین علاقه قرار بود چند سال بعد به یکی از مرگبارترین سلاح‌های اون تبدیل بشه. حدود 1 سال بعد تو سال 1846 ویلیام برای ادامه تحصیل به بیمارستان سنت بارتولومیو لندن رفت و چند وقت بعد توی 22 سالگی مدرک جراحیشو گرفت و به عضویت کالج سلطنتی جراحان در اومد. حالا ویلیام پالمر دیگه یه پزشک بود. البته اگه بخوایم دقیق باشیم یه جراح بود. اون موقع جراح یه درجه پایین‌تر از پزشک محسوب میشد. چون کار جراحا بیشتر این بود که بدون بیهوشی دست و پا قطع کنن، بعدم شیر یا خط بندازن ببینن بیمار زنده میمونه یا نه. ولی خب بعد از فارغ التحصیلی ویلیام پالمر تصمیم گرفت برگرده روژلی و همونجا مطب خودش رو راه بندازه. اما اون با خودش یه عادت خیلی بد و خطرناک هم به روژلی برد. عادتی که قرار بود هم زندگی خودش رو نابود کنه و هم باعث مرگ آدمای اطرافش بشه. قمار. مدتی بعد ویلیام تصمیم گرفت ازدواج کنه. البته ترجیحاً با دختری که ارث و میراث قابل توجهی داشته باشه. معیارش برای ازدواج کلاً پول بود و خیلی زود گزینه مورد نظرش رو پیدا کرد. انی بروکس. انی دختر یه سرهنگ بازنشسته ارتش و خدمتکار خونش بود. با اینکه این 2 نفر هیچ وقت با هم ازدواج نکرده بودن، اما سرهنگ بعد از مرگش تو سال 1834 ثروتی حدود 8,000 پوند برای انی و مادرش به جا گذاشته بود. به پول سال 2025 حدود 1 میلیون پوند میشه. برای مردی مثل ویلیام پالمر که همیشه دنبال پول بود، انی فقط یه همسر مناسب نبود.
اون یه ارث بزرگ محسوب میشد. این دو تو 7 اکتبر 1847 تو کلیسای سنت نیکولاس با هم ازدواج کردن. بعد از ازدواج مری تورنتون مادر انی بارها به ویلیام پول قرض داد، اما نه از روی اعتماد یا علاقه، از روی ترس. ویلیام پالمر هم هیچ قصدی برای پس دادن این پولا نداشت. تو کریسمس 1848 یعنی 1 سال بعد از ازدواج ویلیام و انی، ویلیام مری تورنتون مادر انی رو راضی کرد تا بیاد با اونا زندگی کنه. ولی 2 هفته بعد مری خیلی ناگهانی از دنیا رفت. مری مادر انی پول خیلی زیادی داشت و ویلیام هم خیلی بهش بدهکار بود. اما این قرار نبود آخرین مرگ مشکوک تو اطرافیان ویلیام باشه. هر روز که میگذشت ویلیام بیشتر از قبل غرق شرط بندی و مسابقات اسب دوانی میشد، تا جایی که کم کم شغل اصلیش یعنی جراحی رو کامل گذاشت کنار و تصمیم گرفت یه قمارباز فول تایم بشه. توی یکی از همین مسابقه ها با مردی به نام لنارد بلیدن آشنا شد. این 2 نفر چندین بار با هم به مسابقات اسب دوانی رفته بودن و با هم دوست شده بودن. اما خیلی زود بلیدن به 2 دلیل تبدیل به یه هدف برای ویلیام شد. دلیل اول این بود که بلیدن توی این مسابقات مبلغ خیلی زیادی پول برنده شده بود. دلیل دومم این که ویلیام بهش 600 پوند بدهکار بود. بدهی که هیچ جوره نمیتونست پسش بده. بعد از تمام شدن مسابقه ویلیام به بلیدن گفت که چند روز بیاد خونش و مهمونش باشه. بلیدن هم قبول کرد. اونا دوست بودن و بلیدن هم احتمالاً فکر میکرد که توی این چند روز قرار پولش رو از ویلیام پس بگیره. اما هیچ وقت این فرصت رو پیدا نکرد، چون تو 10 می 1850 لنارد تو خونه ویلیام خیلی ناگهانی بیمار شد و از دنیا رفت. اگه واقعاً ویلیام پشت مرگ لنارد بوده باشه، این اولین بار نبود که مرگ یه نفر میتونست مشکل مالی ویلیام رو حل کنه و قطعاً آخرین بار هم نبود. وقتی همسر بلیدن برای جمع کردن وسایل شوهرش اومد، از یه چیز خیلی تعجب کرد. اینکه بلیدن فقط مقدار خیلی کمی پول همراهش بود، در حالی که چند روز قبل توی مسابقات کلی پول برنده شده بود. اما اون پول‌ها ناپدید شده بودن. اما فقط پول نبود، حتی دفترچه‌های شرط بندی بلیدن هم به طرز عجیبی ناپدید شده بودن. و این اتفاق یه معنی مهم داشت. اینکه دیگه هیچ مدرکی وجود نداشت که ثابت کنه ویلیام پالمر 600 پوند به بلیدن بدهکار بوده. ویلیام هم نه تنها بدهیش رو انکار کرد، حتی ادعا کرد که این بلیدن بوده که به اون بدهکار بوده. بعدم گفت چون آدم خیلی سخاوتمندیه، حاضر از این بدهی بگذره. خانواده بلیدن هم تو شوک از دست دادن عزیزشون بودن، به خاطر همین حرفای ویلیام رو باور کردن و هیچ تحقیقی هم درباره مرگ لنارد بلیدن انجام نشد. اواخر سال 1848 انی همسر ویلیام اولین فرزندشون رو به دنیا آورد، پسری به نام ویلیام بروکس پالمر. اون تنها فرزند ویلیام و انی بود که تونست تا بزرگسالی زنده بمونه. اما 4 تا فرزند دیگه ویلیام و انی سرنوشتی کاملا متفاوت داشتن. اونا همگی توی همون دوران نوزادی از دنیا رفتن. الیزابت پالمر فقط حدود 2 ماه و نیم عمر کرد. 1 سال بعد هنری پالمر به دنیا اومد، ولی بعد از 1 ماه از دنیا رفت. بعد فرانک پالمر متولد شد، ولی فقط 7 ساعت زنده موند. و آخرین بچه هم جان پالمر فقط 3 یا 4 روز بعد از تولدش از دنیا رفت. البته اون زمان مرگ نوزادها خیلی زیاد اتفاق می افتاد و همه به دید یه مصیبت بهش نگاه می‌کردن، نه یه اتفاق مشکوک. همه فکر می‌کردن این خانواده فقط خیلی زیادی بدشانسن که همه بچه‌هاشون از دنیا میرن. اما چند سال بعد وقتی همه مرگای مشکوک اطراف ویلیام فاش شد، نگاه مردم به مرگ این 4 تا نوزاد هم عوض شد. کم کم این احتمال مطرح شد که شاید ویلیام برای فرار کردن از هزینه و مسئولیت بزرگ کردن بچه‌ها اونا رو مسموم کرده باشه. حتی ماتیلدا برادشا، پرستار خانواده پالمر، گفته بود که مطمئن ویلیام بچه‌ها رو کشته. ماتیلدا گفت که یه بار شنیده بود ویلیام میگه بچه‌ها بار مالی سنگینی روی دوشش گذاشتن. ماتیلدا حتی ادعا کرد که ویلیام انگشتش رو داخل سم می‌کرده و بعد می‌ذاشه توی شکر یا عسل و اون رو به بچه‌ها میداده. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. ماتیلدا هیچ مدرکی برای اثبات حرفاش نداشت. تا سال 1852 وضعیت ویلیام به عنوان یک قمارباز اصلاً خوب پیش نمی‌رفت. اون به شدت بدهکار شده بود و هر چی سعی می‌کرد خودش رو از این باتلاق بیرون بکشه، بیشتر فرو می‌رفت. حتی کار به جایی کشید که برای گرفتن وام شروع کرد به جعل امضای مادر ثروتمندش به عنوان ضامن. حالا مشکل دیگه فقط بدهیاش نبود. سودی که روی این وام ها می‌گرفتن حدود 60% بود و فاصله زمانی پرداخت‌ها هم خیلی کوتاه بود.
یعنی عملاً ویلیام برای پرداخت بدهی‌های قبلیش مجبور شده بود بدهی‌های جدید بالا بیاره. اما مثل خیلی از قماربازها، ویلیام به جای اینکه قمار رو کنار بذاره و سعی کنه یه راه دیگه برای جبران ضررهاش پیدا کنه، تصمیم گرفت بیشتر قمار کنه. هرچی بیشتر میباخت، بیشتر شرط میبست به امید اینکه یه برد بزرگ همه ضررهاش رو جبران کنه. اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. ویلیام حتی 2 اسب مسابقه به قیمت 4000 پوند، 750,000 پوند امروز خرید. اون امیدوار بود که این 2 اسب بالاخره بتونن ضررهاش رو جبران کنن. اما باز هم شکست خورد. این بار اوضاع از قبل هم بدتر شد. طلبکارها دیگه فقط منتظر نمیموندن. اونا افتاده بودن دنبالش، نامه میفرستادن و تهدیدش میکردن. یه مشکل خیلی بزرگتر هم وجود داشت. مادر ویلیام از هیچ کدوم از این قضیه‌ها خبر نداشت. سارا بدون اینکه خودش بدونه ضامن بخش بزرگی از بدهی‌های پسرش شده بود و ویلیام هیچ جوره نمیخواست اجازه بده که مادرش بفهمه که اون امضاش رو جعل کرده و کلی بدهی بالا آورده. به خاطر همین یه نقشه جدید کشید. اون به رئیس اداره پست روژلی سامیوئل چشر رشوه داد تا نامه‌هایی که برای مادرش ارسال می‌شدن رو قبل از اینکه به دستش برسه توقیف کنه. اینطوری ویلیام میتونست مادرش رو بیخبر نگه داره و همزمان به قمار کردن ادامه بده. ویلیام به شدت میترسید که کلاهبرداریاش لو برن یا مادرش از قضیه خبردار بشه یا بدتر از اون مقامات خبردار بشن و بیفته زندان. اما بدهیاش هر روز بیشتر میشدن. اون دیگه حتی داشت با پول قرضی قمار میکرد. حالا دیگه برای ویلیام فقط 2 تا انتخاب مونده بود. یا باید یه جوری پول به دست می آورد یا بالاخره قمار رو میذاشت کنار. و گزینه دوم یعنی ترک قمار هیچ وقت حتی روی میز هم نبود. تا اینجا ویلیام پالمر برای تامین پول قمارهاش دست به هر کاری زده بود. کلی پول قرض گرفته بود، امضای مادرش رو جعل کرده بود تا وام بگیره، به رئیس اداره پست رشوه داده بود تا نامه‌های طلبکارا به دست مادرش نرسه و حداقل 2 نفر از کسایی که بهشون قرض داشت رو هم کشته بود. اما مشکل اینجا بود که بدهی‌های ویلیام هر روز داشت بیشتر میشد. اون خیلی سریع به پول خیلی زیادی نیاز داشت. به خاطر همین شروع کرد به فکر کردن درباره راه‌های دیگه و راهی که به ذهنش رسید گرفتن بیمه عمر برای همسرش بود. حالا شاید بپرسین این چطور مشکل ویلیام رو حل میکنه؟ الان بهتون میگم. سال 1854 ویلیام برای همسرش انی پالمر از شرکت بیمه پرینس آف ویلز یه بیمه عمر به ارزش 13,000 پوند گرفت. به ارزش پول سال 2025 این مقدار پول حدوداً 2 میلیون پوند میشه. این مبلغ پول انقدر زیاد بود که یه شرکت بیمه حاضر نشد تمام این ریسک رو به تنهایی بپذیره و بخشی از اون پول بین 2 شرکت بیمه دیگه تقسیم شد. اما خود بیمه نامه هم ارزون نبود. ویلیام باید 750 پوند حق بیمه پرداخت میکرد. تقریباً 100,000 پوند الان. ولی مردی که زیر بار بدهی داره له میشه چرا باید همچین پولی رو خرج کنه؟ مگه اینکه مطمئن باشه قرار خیلی زود کل اون 13,000 پوند رو بگیره. پس حالا مرگ همسرش میتونست برای ویلیام یه راه نجات باشه. چند ماه بعد تو 1854 انی پالمر خیلی ناگهانی بیمار شد. اون مجبور بود تمام روز توی خونه بمونه و استراحت کنه. البته شوهر مهربونش هم کنارش بود و ازش مواظبت میکرد. ولی یه مشکلی وجود داشت. حال انی هر روز بدتر میشد. فقط چند روز بعد تو 29 سپتامبر 1854 در حالی که انی فقط 27 سالش بود از دنیا رفت. انی هیچ مشکل سلامتی نداشت، اما توی همون دوره یه همهگیری وبا توی بریتانیا شروع شده بود. به خاطر همین تصور شد که انی هم احتمالاً وبا گرفته. ویلیام نقش شوهر داغدار رو تا دم در بانک بازی کرد و 13,000 پوندش رو گرفت. اما هنوز یه مشکل بزرگ وجود داشت. اینکه حتی 13,000 پوند هم نتونست ویلیام رو نجات بده. اون هنوز کلی بدهی داشت. فقط 2 تا از طلبکارها روی هم بیشتر از 22,000 پوند ازش طلب داشتن. این مبلغ با ارزش پول 2025 تقریباً 3.5 میلیون پوند میشه. و مشکل بزرگتر اینجا بود که این 2 نفر ویلیام رو تهدید کرده بودن که دیگه فقط صبر نمیکنن و همه چیز رو به مادر ثروتمندش میگن. اگه مادر ویلیام میفهمید که پسر مورد علاقش با جعل امضای اون وام گرفته و چه بدهیایی بالا آورده، همه چیز برای ویلیام تموم میشد. ویلیام حالا تو موقعیتی گیر کرده بود که هیچ راه فراری نداشت. اون هنوز داشت به رئیس اداره پست رشوه میداد تا نامه‌های قانونی رو قبل از اینکه به دست مادرش برسه توقیف کنه. اما خب با توقیف کردن نامه‌ها طلبکارها که ناپدید نمی‌شدن. ویلیام اینو خوب میدونست. بدهی‌ها همچنان سر جاشون بودن. به خاطر همین ویلیام تصمیم گرفت دوباره برای نجات خودش یکی دیگر رو قربانی کنه. اون همینجوری که داشت اطرافش رو نگاه می‌کرد و دنبال یه نفر بود که بتونه مشکل مالیش رو حل کنه، یهو برادرش رو دید. و اینجوری بود که اینها خودشه و با خودش گفت مگه اعضای خانواده نباید تو مواقع نیاز به هم دیگه کمک کنن.
برادر ویلیام والتر پالمر 31 سالش بود. اون یه تاجر سابق غلات بود که ورشکست شده بود و به الکل پناه آورده بود و سعی می‌کرد که غم و غصه‌هاش رو توی الکل غرق کنه. از نظر جسمی و مالی هم اصلاً وضعیت خوبی نداشت. ویلیام اول تلاش کرد برای والتر یه بیمه عمر 84,000 پوندی بگیره. این پول حدوداً 122 میلیون پوند الان میشه. اما هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر نشد همچین ریسکی رو قبول کنه. به خاطر همین در آخر ویلیام مجبور شد انتظاراتش رو پایین بیاره و با شرکت بیمه پرینس آف ویلز برای 14,000 پوند به توافق برسه. حدوداً 2 میلیون پوند امروز. حالا ویلیام یهو تبدیل شد به سخاوتمندترین برادر دنیا. و هر چقدر که والتر میتونست مشروب بخوره، ویلیام براش میخرید. البته خب مشروب خالی نبود. توش از این پودرای جادویی ویلیام هم بود. منظورم سمه. چند روز بعد تو 16 آگوست 1855 والتر پالمر کنار برادرش ویلیام از دنیا رفت. ویلیام بلافاصله بعد از مرگ والتر خودش رو به نزدیکترین هتل رسوند تا یه پیام از طریق تلگراف بفرسته. نه این پیام برای خبر دادن به همسر والتر نبود که بهش بگه شوهرش از دنیا رفته. نه، موضوع خیلی مهمتر بود. ویلیام میخواست با همون تلگراف یه شرط 50 پوندی روی یه اسبی به نام للی ببنده تا تو مسابقه همون بعد از ظهر برنده بشه. یه نفر بهش گفته بود که این اسب بردش قطعیه، ولی باخت. اوضاع ویلیام افتضاح بود. قسطاش عقب افتاده بودن، طلبکارا فشار می آوردن و کلاهبرداریاش کم کم داشت لو میرفت. به خاطر همین خیلی سریع رفت شرکت بیمه تا پول بیمه عمر برادرش والتر رو بگیره. اما شرکت بیمه احساس کرد که ویلیام داره خیلی غیر عادی و بیش از حد از مرگ بستگانش سود میبره. به خاطر همین 2 تا بازرس سابق پلیس رو فرستادن تا درباره ویلیام پالمر تحقیق کنن. توی این تحقیقات مشخص شد که ویلیام پالمر سعی کرده بود حتی برای مدیر استبلش هم یه بیمه عمر 10,000 پوندی بگیره. 1.5 میلیون پوند امروز. اما خوشبختانه درخواست بیمه رد شده بود. بازرس‌ها به شرکت بیمه توصیه کردند که پول بیمه والتر پالمر پرداخت نشه و عوضش تحقیقات بیشتری روی مرگش انجام بشه. برای ویلیام این اصلاً خبر خوبی نبود. به خاطر همین اون باید خیلی سریع نقشه دیگه می‌کشید. روز سه‌شنبه 13 نوامبر 1855 ویلیام پالمر به همراه دوست 28 سالش جان پارسونز کوک به مسابقات اسب دوانی رفتن. هر دوشون عاشق شرط بندی بودن و قرار بود اسباشون تو مسابقه اصلی اون روز شرکت کنن. ویلیام حتی اون روز هم داشت با پول قرضی قمار می‌کرد. اون امیدوار بود که شاید تو مسابقات امروز شانس بهش رو کنه و برای یک بار هم که شده توی کل زندگیش برنده بشه. اما اشتباه می‌کرد. اواخر همون روز اسبش مسابقه رو باخت. اما در مقابل دوست ثروتمندش کوک مسابقه رو برنده شد. چه دنیای بیرحمی. جان کوک حدود 2000 پوند پول به دست آورد. حدوداً 300,000 پوند امروز. کوک از برنده شدنش خیلی خوشحال بود و تصمیم گرفت همون شب توی هتل یه مهمونی برگزار کنه و دوستش هم دعوت کنه. اما صبح روز بعد همه چیز عوض شد. ویلیام یه لیوان مشروب برندی برای کوک تو اتاقش برد و بهش گفت که این رو بنوشه. کوک هم تقریباً تمام لیوان رو سر کشید. اما بعد از چند ثانیه یهو فریاد زد: خدای من، یه چیزی توشه، داره گلوم رو میسوزونه. ویلیام هم بدون اینکه دست پاچه بشه لیوان رو از کوک گرفت و نگاش کرد، گفت نه، چیزی توش نیست. اما حال کوک هر لحظه داشت بدتر میشد. اون حالت تهوع شدید، درد و ضعف داشت. 2 نفر از دوستاش کمکش کردن و گذاشتنش رو تخت تا استراحت کنه. توی همین بین کوک به یکی از دوستاش گفت این ویلیام لعنتی داره بهم دارو میده. اون موقع هیچکس این حرف رو جدی نگرفت. روز بعد ویلیام دوباره یه شرط بندی سنگین روی یکی از اسب‌ها کرد و دوباره باخت. 2 روز بعد تو 15 نوامبر ویلیام و کوک با هم به روژلی برگشتن. کوک هنوز حالش خوب نشده بود و یه اتاق از هتلی که دقیقاً روبروی خونه ویلیام بود اجاره کرد. بعد از 2 روز استراحت کم کم حال کوک یه ذره بهتر شده بود. حتی از اتاقش بیرون اومد و با ویلیام قرار گذاشت که با هم برن مشروب بنوشن. اما همین دیدار دوباره همه چیز رو به هم ریخت. چند ساعت بعد حال کوک دوباره بد شد. استفراغ‌های شدیدش شروع شده بودن و این دفعه حتی حالش بدتر هم بود. البته ویلیام پالمر به عنوان یه دوست خوب و یه پزشک وظیفه شناس تمام مدت کنار کوک بود و این دقیقاً همون چیزی بود که ویلیام می‌خواست. قربانی کاملاً در اختیارش بود. ویلیام حتی یه کاسه سوپ برای دوست بیمارش آورد. اما قبل از اینکه سوپ به دست کوک برسه، یکی از خدمتکارای هتل یه قاشق ازش خورد و تقریباً بلافاصله حالش بد شد. ولی خب متاسفانه کوک از این قضیه خبر نداشت و کل سوپ رو خورد. فردای اون روز در حالی که کوک روی تخت افتاده بود و داشت میمرد، ویلیام شروع کرد پولاشو دزدیدن. اون حدوداً 1200 پوند از پولای کوک رو دزدید. 65,000 پوند الان. اما این تنها کاری نبود که ویلیام اون روز انجام داد. همون روز به یه داروخونه رفت و پراسیک اسید و استرایکناین خرید.
وقتی ازش پرسیدن برای چی این سم رو میخواد، گفت برای کشتن یه سگ. همون شب تو 21 نوامبر 1855 ویلیام این سم رو به 2 قرص تبدیل کرد و به کوک داد. حال کوک به شدت بد شد و فریاد میزد که نمیتونه نفس بکشه. بعدم تشنج کرد و حدود ساعت 1 نیمه شب از دنیا رفت. اما چند لحظه قبل از مرگش آخرین حرف مهمش رو به خدمتکار هتل زد. کوک با آخرین توانش گفت ویلیام پالمر منو مسموم کرده. وقتی ویلیام از مسابقات برگشته بود کاملا بی پول بود، اما حالا یهوه ازش خوب شده بود چون پولای جان کوک دستش بود. ویلیام با اون پول بخشی از بدهیاش رو تسویه کرد. اما مرگ کوک پایان ماجرا نبود. دردسرای ویلیام تازه شروع شده بود، چون حالا باید تلاش میکرد که مسیر تحقیقات درباره مرگ کوک رو کنترل کنه. چند روز بعد تو 23 نوامبر ویلیام استیونز ناپدری جان کوک به روژلی اومد تا به کارهای باقی مونده پسرخوندش رسیدگی کنه. اما ویلیام تا استیونز رو دید بهش گفت که جان کوک قبل از مرگش 4000 پوند بهش بدهکار بوده. حدوداً 750,000 پوند الان. البته این ادعا بدون مدرک ارزشی نداشت. به خاطر همین ویلیام دست به کار شد و یه سند نوشت و امضای جان کوک رو پاش جعل کرد. اما فقط این سند کافی نبود. به خاطر همین استیونز از یکی از دوستای جان کوک درخواست کرد که بره و دفترچه شرط بندی جان کوک رو بیاره. اما اون هرچی گشت نتونست مدارک و دفترچه‌های شرط بندی رو پیدا کنه. دقیقاً همون روز دفترچه‌ها توی اتاق کوک دیده شده بودن، اما الان هیچ اثری ازشون نبود. یکی از دوستای کوک به استیونز گفت که دقیقاً روز مرگ کوک ویلیام رو دیده که داشته جیب‌های اونو میگشته و بعداً با یه سری دفترچه و کاغذ از اتاقش خارج شده. کم کم شک‌های استیونز بیشتر شد. به خاطر همین گفت که در اتاق کوک قفل بشه و هیچکس اجازه نداره واردش بشه. ویلیام سعی کرد موضوع رو بی اهمیت جلوه بده. به خاطر همین به استیونز گفت که دفترچه‌های شرط بندی الان دیگه اهمیتی ندارن، چون وقتی یه قمارباز میمیره تمام بدهیاش هم لغو میشه. استیونز کاملا تمام حرفای ویلیام رو نادیده گرفت و درخواست کرد که روی بدن کوک کالبد شکافی انجام بشه. کالبد شکافی توسط 2 پزشک انجام شد و نکته عجیبم اینجا بود که تمام مدت خود ویلیام هم اونجا بود. وسط دکترا وول می‌خورد و تو کارشون دخالت می‌کرد. یه جا به یکیشون طعنه زد و باعث شد که محتویات معده کوک روی زمین بریزه. چند دقیقه بعد هم شیشه‌ای که محتویات معده رو توش ریخته بودن برداشت به خودش برد. دکتر وقتی متوجه شد شیشه نیست خیلی عصبانی شد و فریاد زد که شیشه رو برگردونن. بعد که ویلیام شیشه رو برگردوند پزشکا متوجه شدن که درش باز شده. قرار بود این نمونه با کالاسکه به بیمارستان تو لندن فرستاده بشه. اما ویلیام سعی کرد پستچی که قرار بود این شیشه رو به خودش به لندن ببره متقاعد کنه که کالاسکه واژگون بشه و این شیشه تصادفی بشکنه. اما پستچی قبول نکرد. شیشه به بیمارستان رسید و دکتر آلفرد سوین تیلر محتویاتش رو بررسی کرد. تیلر برجسته ترین سمشناس اون دوران بود. اما محتویات معده اونقدر خراب و تجزیه شده بودن که دیگه اصلا قابل آزمایش نبودن. به خاطر همین دومین کالبد شکافی انجام شد. این بار نمونه‌هایی از بافت بدن رو برداشتن و برای دکتر فرستادن. تیلور در نمونه‌ها نشونه‌هایی از سم آنتیمنی پیدا کرد. اما اثری از سم استرایک 9 دیده نشد. با این حال دکتر تیلور گفت که خودش معتقد کوک بر اثر سم استرایک 9 کشته شده. توصیف وضعیت دردناک و زجرآور کوک هم تقریبا شکی برای این قضیه باقی نمیذاشت. پاهای کوک به شکل غیر طبیعی و دردناکی منحرف شده بودند. کمرش هم به شکل قوسی شکل در اومده بود. اما هیچ نشونه‌ای از آسیب یا بیماری تو هیچ کدوم از اندامهاش دیده نشد. اینا دقیقاً علائم مسمومیت با استرایک 9 بودن. ویلیام استرس داشت و میترسید که لو بره. به خاطر همین برای پزشک قانونی نامه نوشت و ازشون درخواست کرد که علت مرگ کوک رو طبیعی اعلام کنن. توی پاکت نامه هم یه اسکناس 10 پوندی گذاشته بود. ولی پزشک قانونی این رشوه رو قبول نکرد و درخواست ویلیام رو رد کرد. پزشک قانونی اعلام کردن که آثار سم توی بدن کوک پیدا شده. این بار دیگه همه چیز اونقدر هم قابل کنترل نبود. دیگه ویلیام بیشتر از این نمیتونست از دست قانون فرار کنه. همون روز ویلیام به اتهام قتل و جعل اسناد دستگیر شد و اونو به بازداشتگاه زندان استفورد فرستادن. ویلیام به شدت عصبانی بود و حتی اونجا هم دست از بازیاش بر نداشت. اون تهدید کرد که دست به اعتصاب غذا میزنه، اما منصرف شد. غذاشو میخورد. خیلی زود مقامات به این نتیجه رسیدن که احتمال اینکه ویلیام بتونه توی استفورد یه محاکمه عادلانه داشته باشه خیلی کمه. به خاطر همین تصمیم گرفته شد محاکمه رو به دادگاه کیفری مرکزی لندن منتقل کنن. در واقع مقامات نگران بودن که هیئت منصفه تحت تاثیر پول و نفوذ خانوادگی پالمر قرار بگیرن. همه میدونستن که ویلیام حقه‌باز و حیله‌گره. اونقدر که تونسته بود کاری کنه که رئیس اداره پست باش همکاری کنه و نامه طلبکارا به دست مادرش نرسه. حتی نامه‌هایی که مردم برای پزشک قانونی فرستاده بودن رو هم توقیف کرده بود.
ویلیام سعی کرده بود پستچی رو قانع کنه که شیشه‌ای که محتویات معده کوک توش بود یهویی بشکنه. حتی تلاش کرده بود به پزشک قانونی رشوه بده تا علت مرگ کوک رو طبیعی اعلام کنه. به خاطر همین دلایل خیلی زیادی برای برگزاری محاکمه خارج از استفورد وجود داشت. برای انجام این کار حتی لازم بود پارلمان یک قانون جدید تصویب کنه. این قانون اجازه میداد در شرایط خاصی متهم به جای دادگاه محلی در اولد بیلی لندن محاکمه بشه. حتی لورد چیف جاستیس کمبل، قاضی ارشد دادگاه پالمر، بعدها در خاطراتش نوشت که اگه پالمر در دادگاه استفورد محاکمه میشد، احتمالاً تبرئه میشد. واضح بود که خیلی از مرگ‌هایی که اطراف ویلیام رخ داده بودن مشکوک بودن. به خاطر همین قبل از شروع محاکمه دولت تصمیم گرفت سراغ مرگ‌های قدیمی‌تر هم بره. وزیر کشور دستور داد که بقایای همسر ویلیام، انی و برادرش والتر از قبر بیرون کشیده بشن و کالبد شکافی بشن. ولی برای بررسی بقایای مادر انی خیلی دیر شده بود، چون 6 سال از زمان دفن شدنش میگذشت. حتی مشخص شد که متاسفانه بقایای والتر هم زیادی تجزیه شدن و قابل آزمایش نیستن. درباره انی اما نتیجه متفاوت بود. دکتر تیلور در تمام اندامهای انی آثار سم انتیمنی پیدا کرد. محاکمه ویلیام پالمر تو تاریخ 14 می 1856 در دادگاه اولد بیلی لندن شروع شد. پرونده‌ای که دادستانی علیه ویلیام داشت واقعاً سنگین بود. اما بخش بزرگی از شواهد غیر مستقیم بودند. که البته تو پرونده‌های اون دوران تقریباً همیشه همینطوری بود، چون پزشکی قانونی هنوز اونقدر پیشرفت نکرده بود. اما دادستانی فقط درباره سم حرف نمیزد. اونا وضعیت مالی ویلیام پالمر رو هم جلوی هیئت منصفه گذاشتن. استدلال دادستانی این بود: ویلیام پالمر در آستانه ورشکستگی و نابودی کامل قرار داشت و مرگ کوک این فرصت رو بهش میداد تا بخشی از بدهیاش رو تسویه کنه. بعد از مرگ کوک ویلیام دیده شده بود که داشت یه سری مدارک رو از اتاقش خارج می‌کرد. بلافاصله بعد از مرگ اون هم شروع کرده بود یه سری از بدهیاش رو پرداخت کردن. کوک بعد از دیدارهایی که با ویلیام داشت مریض شده بود و هر بار که ویلیام رو میدید حالش بدتر میشد. سوپی که ویلیام برای کوک برده بود توسط یکی از خدمتکارای هتل امتحان شده بود و حال اونم دقیقاً بد شده بود. ویلیام سعی کرده بود روند کالبد شکافی رو مختل کنه و جلوی بررسی محتویات معده رو بگیره که نشون میداد از چیزی که ممکن بود توی آزمایش کشف بشه میترسید. پزشکا باور داشتن که علائمی که کوک از خودش نشون داده بود با علائمی که از مسموم شدن با استرایکناین دیده میشه مطابقت داشت. خود کوک هم به 3 نفر گفته بود که معتقد ویلیام پالمر مسمومش کرده. ویلیام 2 روز قبل از مرگ کوک استرایکناین و پراسیک اسید خریده بود. حتی مدیر بانک اومد شهادت داد که تو 3 نوامبر 1855 موجودی حساب بانکی ویلیام فقط 9 پوند بوده. در طول تمام جلسات دادگاه ویلیام پالمر آروم بود و با دقت روند دادگاه رو دنبال می‌کرد. اون مدام روی کاغذ یادداشت می‌نوشت و میداد به وکیلش. تیم دفاع ویلیام رو سرجنت ویلیام شی رهبری می‌کرد. اما این دفاع از همون اول با مشکل عجیبی روبرو شد. شی برخلاف اصول حرفه‌ای و قواعد دادگاه پاشد جلوی هیئت منصفه گفت که شخصاً باور داره ویلیام پالمر بیگناهه. همین حرفش باعث شد که قاضی از نحوه دفاعش انتقاد کنه. حتی تیم دفاع ویلیام پالمر همینجوری پا شدن گفتن اینکه ویلیام صرفاً به خاطر اینکه انگیزه و فرصت قتل کوک رو داشته و شرایط مشکوکی هم اطرافش اتفاق افتاده دلیل کافی برای محکوم کردنش نیست. اونا همچنین گفتن که کوک قبلا برای مشکلات مربوط به گلو به پزشک مراجعه کرده بود. احتمالاً به خاطر همین مرده. آخرین یادداشتی که ویلیام توی یکی از وقفه‌های دادگاه برای وکیلش نوشت این بود: فکر می‌کنم هیئت منصفه رأی به بیگناهی میده. اما بازم اشتباه می‌کرد. کلاً هیچ وقت حدساش درست نبودن. در تاریخ 27 می 1856 هیئت منصفه بعد از 1 ساعت و 17 دقیقه تفکر ویلیام پالمر رو به جرم قتل کوک گناهکار اعلام کردن. وقتی از ویلیام پرسیدن درباره عملکرد دادستان چه نظری داره، اون با استفاده از اصطلاحات مسابقات اسب دوانی گفت It was the riding that did it. یعنی این سوارکاری بود که کارو تموم کرد. حتی در مرگ هم ویلیام نمیتونست از دنیای اسب سواری فاصله بگیره. 14 جولای 1856 ویلیام بیرون دروازه‌های زندان در مقابل جمعیت 35,000 نفری در سن 31 سالگی اعدام شد. وقتی قدم روی سکوی اعدام گذاشت، با تردید به طناب دار نگاه کرد و با حالت شوخی گفت: مطمئن دین امنه؟ انگیزه ویلیام برای قتل تا حد زیادی واضح بود. اون از روی کینه یا دشمنی آدم نمی‌کشت. صرفاً برای این آدم می‌کشت که مشکلاتش رو از بین ببره. ویلیام برای جان انسان‌ها هیچ ارزشی قائل نبود و اگه مرگ یه انسان باعث می‌شد یکی از مشکلاتش حل بشه، اونو می‌کشت.
وقتی ویلیام کوک رو کشت، با خطر نابودی کامل زندگی و اعتبارش، رسوایی عمومی و یه دوره طولانی زندان روبرو بود. اون هیچ خصومت و دشمنی با کوک نداشت. کوک دوستش بود، اما مرگ کوک یه راه حل برای مشکل ویلیام بود. به خاطر همین ویلیام خیلی راحت اونو کشت. ویلیام پالمر بعد از اعدام در قبرستان کنار زندان دفن شد. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. اگه خوشتون اومد لایک و ساب کنین. مرسی، خداحافظ.